مسیر روشنایی است و راه پیروزی نور. هر کس که در این ره همره بشود، در بارگهش جمله ز خوبان بشود. عشق را حس می کند بی قید و شرط، نور او بدرخشد از ما بشود. در سکوت با خدا صحبت کردم و پاسخی که شنیدم همه زندگیمو تغییر داد. درود بر شما. من مارا کیل هستم. البته اسم روحی من مارا کیله و دوست دارم که با همین نام به شما معرفی بشم. تقریبا 1.5 سال پیش از من خواسته شد تا آگاهی هایی که دریافت کردم رو با بقیه به اشتراک بذارم و 1.5 سال طول کشید، چون من اصلا بلد نبودم با یوتیوب کار کنم، اصلا دنیای مجازی بلد نبودم، نمیدونستم باید چی کار کنم و طول کشید تا الان برای اولین بار من جلوی دوربین نشستم و دارم صحبت میکنم با شما. یکم استرس دارم، برام سخته، ولی خب کم کم عادی میشه و امیدوارم که کم کاستی هست دیگه خودتون ببخشین. حدود سال 2012 طی مدیتیشنی که میکردم یهو به جایی برده شدم، به یه جایی بسیار زیبا، آرامش بخش، جایی که با همه چیز یکی شده بودم و اون من فقط من نبودم، ما بودیم، همه خدا بودیم و این حس یگانگی عجیبی رو من تجربه کردم. فقط امنیت بود، آرامش. کسایی که این تجربه رو داشتن، که خیلی ها داشتن و دارن، میدونن منظور من چی هست. من این حس رو اصلا تو خوابم ندیده بودم، این امنیت رو، این آرامش رو، این لذت بی انتها رو اصلا نچشیده بودم تا حالا. غرق در خوشی و لذت بودم که دیدم دارم با خدا صحبت میکنم و کلام من تبدیل به شعر شد و جاری شد. با خدا درد دل میکردم، منی که اصلا نمیدونستم شعر چیه، چجوری شعر میگن، دنبال شعر یاد گرفتن، حفظ کردن یا اصلا نبودم، از هیچ سر رشته ای از شعر گفتن نداشتم و به ناگاه شروع کردم با زبان شعر با خدا صحبت کردن. حس خیلی عجیبی بود. درد دل میکردم، از غمام میگفتم، از قصه هام میگفتم، از اینکه کمک میخواستم از خدا یه جوری کمکم کنه، مسیر رو به هم نشون بده. و با آرامش خدا با هم صحبت کرد، به هم آرامش داد و جوابم رو داد. شدیداً غرق اون حال و احوال بودم که یهو به خودم اومدم و دیدم دوباره روی مبل، توی خونه و روی زمین و همون حال و احوال قدیم. شدیداً هیجان اتفاقی که افتاده بود و داشتم و ذوق و شوق شدیدی که دوست داشتم داد بزنم، به همه بگم من خدا رو دیدم، من با خدا صحبت کردم، من خدا رو حس کردم، من پیش خدا بودم. و حتی زنگم زدم به یکی از دوستام، زنگ زدم و با همین اشتیاق، این اشتیاق که نه اشتیاق اصلا فراتر از اینا، براش تعریف کردم و یه جوری برخورد شد با هم که حس کردم شاید طرف فکر میکنه من خلیچلی چیزی شدم.
توقعم نمیشد داشت و میگم فقط کسایی این تجربه رو درک میکنن که خودشون تجربه کرده باشن. و من واقعا دیگه کم کم به هر کی که میگفتم یه جوری با هم برخورد میشد که دیگه حس کردم خب به کسی نگم خیلی بهتره و پیش خودم نگه دارم این موضوع رو. و اون لحظه یک غم و اندوه عمیقیم ایجاد شد بر من که متوجه شدم که اون لذت دیگه نیست، رفت، خدا رفت، خدا کو؟ من دلم میخواد بازم پیش خدا باشم ولی نیست، رفته. و این غم دیگه، غمی بود که منو فرا گرفت، ولی شوق و اشتیاق و اون خیلی بیشتر از اون غمه بود و من هر لحظه یاد اون حالت که میافتادم شروع میکردم به گریه کردن، گریه از خوشحالی، از ذوق. یاد لحظه میافتادم تو خیابون بودم شروع میکردم به گریه، فقط اشکم سرازیر میشد و تو خونه در حال ظرف شستن، در حال غذا پختن، ناخودآگاه می اومد روزها این اشک شوق جاری می شد. فردای اون روز دوباره گفتم ببینم خب باز میتونم برم پیش خدا و نشستم تو مدیتیشن، دوباره وصل شدم و دوباره با خدا در قالب شعر شروع به صحبت کردم و روزهای بعدم به همین صورت تا حدی شد که دیگه میتونستم یک کتاب چاپ کنم از این اشعار، ولی به دلایلی اون زمان نتونستم. چند سال بعدش هم که خواستم چاپ کنم، حتی یه بار تو مرحله چاپم رفت ولی نشد، اتفاقاتی افتاد که نشد و شاید نباید میشد و شاید باید در این زمان و به این صورت گفته میشد که در هر صورت من خوشحالم که دارم انجام وظیفه میکنم و بالاخره این اشعار داره به دست شما میرسه. و اینکه اولین شعر من و اولین گفتگوی من با خدا در آخر همین ویدیو ضبط کردم، براتون میذارم. امیدوارم که گوش بدید، لذت ببرید، خوشتون بیاد و اگه آگاهی هست که باید دریافت کنین، دریافت کنین. اتفاقاتی که بعد از این برای من افتاد، بعد از گفتگوها با خدا برای من افتاد، اتفاقات جالبیه که در ویدیوهای بعدی به مرور باهاتون در میون میذارم، باهاتون صحبت میکنم و شعرهای دیگر رو هم همینطور و میخونم و باهاتون به اشتراک میذارم. مبارک باد روزهای پیش رو و خیلی خوشحالم که این ویدیو رو گرفتم و میخوام با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال و خندون باشین. این آرزوی قلبی من برای شماست. عاشقتونم. به نام هستی بخش یکتا، گفتگو با خدا. ای خالق هستی من، آلوده‌ام، پاکم بکن از این همه رنج و بلا، آزادم بکن. ای بنده آلوده‌ام، من پاکت می کنم، از غم رهایت می کنم. من غسل تعمیدت دهم تا لایق خاکت کنم. ای جان جانانم تویی، ای هستی و جانم تویی، جانم فدایت می کنم، هستیم نثارت می کنم. ای بنده‌ام،
حالا دگر من جان جانان توام، هر دم نگهبان توام. دستان پاکت را کنون بالا به سوی من بیار. این بنده نالایقت سر می گذارد بر زمین، آنگه سپاست می کند. ای تو همه هستی من، ای تو همه جان و تنم، اکنون کجا یابم تو را؟ در جای جای این جهان یابی مرا، دانی کجام؟ هر وقت که تو خوانی مرا، آنی جوابت میدم. ای بنده مسکین من، دردت کنون با من بگو، از غم رهایت می کنم، از غصه پاکت می کنم. من جان جانان توام، پیوسته همراه توام. یا رب به سوی من نگر، من بنده آلوده‌ام، من بنده نالایقم. کاری بکن، پاکم بکن، از غم تو آزادم بکن. ای بندم غمگین مباش، من پاکت می کنم، از غم رهایت می کنم. من غسل تعمیدت دهم، راهی نشانت می دهم، از غم جدایت می کنم. یا رب سراپا گوشم و جانم فدایت می کنم. من هرچه خواهی می کنم. یا رب نرو، با من بمان، من با تو شادی می کنم، من بی تو زاری می کنم. ای بنده ام جانت نمی خواهم، ولی راهی نشانت می دهم. من غسل تعمیدت دهم، من پاکت می کنم، از غم جدایت می کنم. اکنون تو بالا می روی، بالا و بالاتر روی، از دشت ها از دره ها خواهی گذشت، از کوه ها از آسمان خواهی گذشت، تا جای خوبان می رسی.